سرأول سلامی مرا بپذیرید هموطنان عزیز. امروز میخواستم اطراف بیماری که جامعه جهانی را به تهلکه آورده است، بیماری کرونا ویروس یا خود کووید 19 صحبتی داشته باشیم. بیماری کووید 19 بیماری سیرویتی می باشد که برانگیزنده آن کرونا ویروس سارس کو 2 می باشد. بیماری مذکور مراتب اولین در آخر سال 2019 در شهر اوخان جمهوری مردمی چین به قید گرفته شده است و در یک مدت کوتاه به سراسر جهان پهن گشت. برانگیزنده کووید 19 کرونا ویروس از اویله کرونا ویروس ها بوده در طبیعت خیلی پهن گردیده است. پیشتر هم ویروس مذکور سبب تشکل بیماری های سیرویتی راه های نفس گردیده است. چنانچه سالهای 2002 و سال 2012 هم مقدار زیادی بیماران گرفتار کرونا ویروس در گوشه‌های گوناگون جهان به قید گرفته شده بودند که سبب فوت بیماران گردیده بود. سرچشمه سیرویتی بیماری مذکور این آدمان میباشند. خصوصا نفران سن سال از 65 سال بالا گرفتار بیماری‌های گوناگون مزمن از قبیل بیماری قند، فشاربلندی شریانی، بیماری سرطان، بیماری‌های مزمن راه‌های نفس به گروه خطر داخل می‌شوند. علامت‌های بیماری مذکور به بیماری زکام مانندی داشته در فرقیت با آن در مدت کوتاه به تشکل التهاب بافت‌های شش و تشکل نارسایی شدید راه‌های نفس آورده می‌رساند. دوره اینکوباسیونی بیماری 14 روز تشکیل می‌دهد. نفران سیرویت یافته در دوره اینکوباسیونی خروج بیماری می‌توانند سرچشمه سیرویتی دیگران باشند. علامت‌های اولین بیماری این بلندشوی حرارت بدن از 37 تا از 15 بالا، پیدایش سلفه خشک یا با مقدار کمی بلغم، درد سر، بهالتی، درد مشک‌ها، نیست شدن حس بوی، حس ناگوار در قفس سینه میباشند. یعنی برای بیماری مذکور علامت‌های خاص وجود ندارد و میتواند همچون زکام آغاز گردد. اگر شما به مملکت‌های خارجی سفر داشتید یا با نفران گرفتار بیماری مذکور علاقه داشتید و علامت‌های ذکر گردیده در شما عیان گردیده است، پس احتمال شما به بیماری کووید 19 گرفتار شده اید. لیکن این معنای آن را ندارد که به واهمه افتید. در حالت‌های پیداشتن شکایت‌های در بالا ذکر گردیده و احتمالیت جای داشتن بیماری به تهلکه داده نشوید و باید حتما به متخصصان مراجعت نمایید تا آنها سبب تشکل بیماری را معین و تفاوت سری وقتی تعیین نمایند. بیماری مذکور با استفاده از تست سیستم‌ها، گذراندن پولس اکسیمتری، عکس رنتگنی شش‌ها، توموگرافی کامپیوتری تشخیص کرده می شود. پس از معین کردن جای داشتن بیماری و درجه وزنی آن، عاید مکان تبابت بیمار قرار قبول کرده می شود. اگر درجه سبکی بیماری جای داشته باشد، پس معالجه در شرایط خانه عملی کردن ممکن است و از بیمار خواهش کرده می شود که حرارت بدن را منتظم نظارت نماید. در حالت بلند شدن حرارت بدن، پیدایش نفس تنگی، تکرارا به متخصص مراجعت نمایند یا ماشین یاری تجلی را دعوت نمایند تا درجه وزنی بیماری تکرارا معین روند معالجه تغییر داده شود. از همه هموطنان خواهش کرده می شود که به خود معالجه کنی مشغول نشوند، زیرا این می تواند به تشکل عارضه های بیماری، نارسایی شدید راه‌های نفس آورده رساند. قاعده‌های اساسی پیشگیری بیماری مذکور چنینند: رعایت کردن قاعده‌های گیگین شخصی، یعنی شستن دست و روی با صابون، استفاده دسترویمال‌های یک کرته هنگام عطسه زنی و سلفه، استفاده نقاب‌های محافظتی هنگام از خانه برآمدن و زود عوض کردن آنها، استفاده دستپوشک‌های محافظتی، زود با موادهای آنتیسپتیک کارکرد سطح‌های افقی، خودداری کردن از رفتن به جای‌های سیرآدم، رعایت مسافه اجتماعی در جای‌های جمعیتی 1.5 تا 2 متر میباشند. قید کردن جایز است که ما طبیبان مرزی همیشه برای دستگیری و رساندن کمک به هموطنان آماده ایم. چی طریق تماس تلفنی، چی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ما علاقه رو به رو ما به بیمارانی که با این یا آن علامت‌ها مراجعت می‌نمایند کمک خود را می‌رسانیم و توصیه ها می‌دهیم. چیزی دیگر رو قید کردن میخواستم که متاسفانه امروز در شبکه‌های اجتماعی از طرف کاربران شبکه‌ها خبر و آوازه‌های واهمه برانگیز پخش کرده میشوند که سبب به واهمه و تهلکه افتادن شهروندان میگردد. این سبب دست کشیدن بعضی‌ها از مراجعت به متخصصان ساحه میگردد که در نوبت خود این به تشکل یافتن عارضه‌های زیادی بیماری رسوندنش ممکن است. از این لحاظ به همه هموطنان عزیز مراجعت کرده گفتنیم که با تهلکه و ترس و واهمه داده نشده در حالت پیدا شدن علامت‌های بیماری حتما به متخصصان مراجعت کنند، زیرا معالجه سری وقتی از تشکل عارضه‌های وزنین
امن نگاه می‌دارد. امروزها طبیبان در صف پیش مبارزه با این وبای عصر 21 قرار دارند و از همه شما هموطنان عزیز احترامانه خواهش می‌نمایم که در خانه‌های خود بمانید، با قاعده‌های بی‌خطری و قاعده‌های گیگینی و قاعده‌های پیشگیری بیماری مذکور رعایت کنید. برای محافظت خود و نزدیکان خود در خانه بمانید. باقی سربلند و خانه آباد باشید.